چاو میچی. چطورید بچه؟ خوش به ویدیو جدید امروزمون راجع به عجیب ترین عادتهای جهان. چند روز سابسکرایب کنید، لایک، کامنت فراموشتون نشه. برو بریم. تو هندوستان خبری از دستمال توالت نیست. چرا؟ چون همیشه تو هندوستان بعد از دستشویی کردن یه سطل کوچیک آب که همیشه تو همون دستشویی قرار داره استفاده میکنن و خیلی چندشاوره. توی یکی از قبیله‌های اندونزی به اسم قبیله تیدانگ بعد اینکه ازدواج میکنن تا 3 روز دستشویی نمیرن. جدی بمانین؟ بله. در حقیقت خانواده های این زوج معتقدن که وقتی ازدواج میکنن تا 3 روز اگه دستشویی برن باعث بدیومنی و بدبختی اون زوج میشه. به خاطر همین تا 3 روز اجازه دستشویی رفتن بهشون نمیدن و حتی توی اون 3 روز آب و غذا بهشون نمیدن که باعث نشه بخوان دستشویی برن. چه مسخره. تو کشور کنیا یه قبیله به نام ماسای وجود داره که برای احوال پرسی و سلام کردن توف میکنن. خیلی مسخره است. شاید براتون سوال ایجاد شده باشه چطوری این کار انجام میشه. نمونهشو ببینید. با انجام چنین کاری احوال پرسی و سلام کردن رو انجام میدن. خیلی گیرن. دیر سر قرار برو جذاب‌تر به نظر بیاد. همونطوری که همتون میدونید تقریبا تو همه کشورهای دنیا آن تایم بودن و اینکه هر چقدر که میتونید زودتر به سر قرار برسید جذاب‌تره. ولی تو کشور ونزوئلا برعکس همه کشورهای دنیا هر چقدر دیرتر سر قرار برید جذاب‌تر به نظر میاد و اینجوری که انگار برای فرد مقابل احترام بیشتری قائلید. چه عجیب. اولین بار شنیده بودم. تو آلمان قبل از ازدواج ظرف میشکنن. تو کشور آلمان یه رسمی وجود داره که قبل از ازدواج مهمونای عروس دوماد ظرفا رو میشکنن تا عروس دوماد برن اون ظرفا رو چیکار کنن؟ جمع‌آوری کنن. که معتقدن که این براشون خوشبختی میاره و باعث میشه که کار تیمیشون تقویت بشه تا زندگی مشترک بهتری داشته باشن. بعضی کشورهای خاورمیانه از دست چپشون برای غذا خوردن استفاده نمی‌کنن. اونا میگن که ما وقتی که دستشویی میریم از دست چپمون برای تمیز کردن خودمون استفاده کنیم. به خاطر همین از این دست برای غذا خوردن نباید استفاده کنیم. یه جورایی اینو بی‌احترامی به شمار میارن. بریدن انگشتان برای تسکین غم. مردم برخی از قبایل جزایر اقیانوس آرام معتقدن که اگه انگشتشون رو ببرن درد از دست دادن اجزاشون تسکین داده میشه و برای انجام این کار انگشتشون رو میبندن و بعد از اون انگشتشون رو قطع میکنن و روش آهن داغ میریزن که کلا خونریزیش قطع بشه. و فکر کنم که وقتی رئیس یا بزرگ اون قبیله بمیره باید همه افراد اون قبیله این کار رو انجام بدن. بعد اون انگشت بریده شده شون رو زیر اون خاکی که بزرگ قبیلهشون دفن شده اون انگشت رو بیارن دفن کنن. دقیقاً. پخت سوپ با خاکستر مرده. تو بعضی از مناطق ونزوئلا، سورینام، گویام و یه سری از مناطق شمالی برزیل این رسم وجود داره. وقتی که جسد رو میسوزونن میان خاکسترش رو برمیدارن، استخوناش هم برمیدارن. بعد این استخونا رو خورد میکنن و با اون استخونا، اون خاکستر و بارهنگ یه سوپی درست میکنن. بعد این سوپ رو بین مهموناشون پخش میکنن و اون مهموناشون هر چقدر این غذا رو با لذت بخورن انگار که برای خانواده فرد فوت شده ارزش بیشتری قائلن. و اونا معتقدن که این سوپ باعث میشه، خوردن این سوپ باعث میشه که فرد فوت شده توی اون دنیا به آرامش ابدی برسه. شب بخیر.